حسن و قبح اون چیزیست که چه خدا گفته حسنه و خدا گفته زیبایی است. انسان مسلمان وقتی تو همه مسائلش، انگیزه هاش، اهدافش، رفتارش، نیتهاش، برنامه هاش، اون چیزی که خدا گفته زیباست زیبا دید و اون چیزی که خدا گفته زشت زشت دید، قبیح دید، این کمال ایمانه. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. اگه اینطوری باشه پس ما حضرت بلال رو باید سیاه ببینیم. باید حضرت بلال رو زشت ببینیم. یه سیاه زرخرید بود، آزادی نداشت، مثل یک متاع، یک کالایی خرید و فروش میشه. چرا به حسنه گفتن حسنه از حسنه؟ چون وقتی که کار خوبی انجام میدید زیبایی برای تو تولید میکنه، حس خوب به تو تزریق میکنه و رو زیبایی چهره تو هم تأثیر میذاره. سبحان الله. تو یک نیت حسن و خوب و زیبا بکن تو دلت، تو فکر تو مثبت بکن و فکر تو حسن و نیکو بکن. تو انگیزه و نیت تو نیکو و حسن بکن، خود به خود فرکانس های تولید میکنه که منعکس میشه تو چهرت. سبحان الله. و نیت های پلید هم منعکس میشه تو صورتت. پس اونهایی که اعمال خوب، نیت های خوب، رفتار خوب، افکار خوب، انگیزه های خوب، برنامه های خوب و رفتار خوب دارن، این خوبی حسن تولید میکنه، جمال تولید میکنه، زیبایی تولید میکنه، حتی تو چهره هاشون، تو اندام ظاهریشون. سبحان الله. ولی دلی که پریشانه، دلی که پر از عقده هست، فکری که منحرفه، تو صورتش هم منعکس میشه. پس هر کار خوبی یک حسنی تولید میکنه و خداوند اسم اونو گذاشته حسنه، از حسنه. ثمره یک کار خوب، یک نیت خوب، یک انگیزه خوب، یک فکر خوب، یک رفتار خوب، یک تعامل خوبه. در حقیقت انسان وقت کاری بدی انجام میده به خودش توهین میکنه، خودش رو تحقیر میکنه. سیئه از بدی تولید میشه و آثار بد رو روح و روان انسان میذاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه انجام دادید یک نقطه سیاه بر دل تو نقش میبنده. اگر سری توبه کردی پاکش کردی، اگر نکردی گناه دوم، نقطه سیاه دوم. همینجور این نقطه های سیاه زیاد میشه تا اینکه قلب تو رو تاریک میکنه و میپوشونه. کلا بر ران علی قلوبهم. قلب دیگه ران میشه، نه این ران فارسی. ران یعنی قلبی که نقطه های سیاهی که در نتیجه گناه های زیاده و با توبه پاک نشده چه؟ قلبو در بر گرفته. بما کانوا یکسبون، با کارهایی که خودشون کسب میکردن و انجام میدادن. علما میگن هر گناهی که از اون سیئه تولید میشه 5 تا تاریکی رو تولید میکنه. اولین آثار گناه تاریکی بر قلب، 2 بیرونقی در صوره و سیما و چهره، 3 نفرت پیش خلق خدا. کی از یه آدم فاسد خوشش میاد؟ حتی اگه فرزندش باشه. از یک فرزند دزد، دیونده‌بار، موذی، مضر، فاسد، مفسد، بی تقوا، مواد فروش، ظالم، هیچ پدری خوشش نمیاد. پس سومین آثار گناه نفرت در دل خلق خدا و پیش خلق خدا، پیش مسلمان و کافرش.
چهارم تاریکی در قبر. وقتی زندگی انسان تاریک شد، قبر انسان هم یک زندگیه. انسان 4 تا زندگی داره، یکی تو شکم مادرشه، یکی تو دنیاست و یکی تو قبر برزخه، زندگی برزخ، و یکی تو آخرته. تاریکی در قبر. و پنجم بی‌برکتی و بی‌رونقی در رزق و روزی. انسانی که آلوده به معصیت میشه، اگه مال قارون هم داشته باشه برکت نداره. شب 100 میلیون هم در بیاره چون آلوده به معصیت شده. جوانایی داریم که خدا در روزی رو براشون باز کرده، رفته 200 میلیون یه خانه مثلا تو تهران یا تو شیراز رهن کرده برای دوست دخترش، یه ماشین زانتی هم خریده براش. گاه وقتی گذری میکنه به شهرستان، ماهانه هم 5 میلیون 10 میلیون به حسابش میریزه. تا دلت بخواد جوانای سرمایه‌دار چنین کاری دارن میکنه. دکتر استاد عمر عبدالکافی در کتاب الشکر و الدعا می نویسه که سالانه هزینه وسایل آرایشی زنهای فقط 6 کشور این حاشیه خلیج فارس، کشور عربی و مسلمان، بین 15 میلیارد تا 18 میلیارد دلاره. پودر و ماتیک و سرخاب و رنگ و لباس التقوی ذالک خیر. امروز واقعا آرایشگرا دارن کار میکنن، آب صورتشون رو میگیرن، دچار بیماری پوستی میشن، رونق صورتشون میره، دیگه بدون آرایش نمیتونن تو روی شوهرشون نگاه بکنن. آب وضو کجا؟ آب شرم و حیا کجا؟